با تشبث و دستگیری‌های بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه ورزش به پیشروی‌های زیاد نائل گردیده، ورزشگران در عرصه بین‌المللی پرچم وطن عزیزمان را بلند می‌بردارند. به خاطر پیاده نمودن سیاست ورزش پرورانه رهبریت عالی کشور با تشبث محله انرژتیک مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نارک، مسابقه فوتبال میان جوانان و نورسان برگزار گردید که در آن 20 دسته از محله و مؤسسه های تعلیمی حدود شهر شرکت ورزیدند. میناداری خود را با محترم جناب عالی میرسانیم. ما جوانان را پیوسته دستگیری مینمایم، خصوصا ورزشگران را. امروز ما جام نعمت‌الله محمود را در شهر نارک محله انرژتیک بین مؤسسه‌های تعلیمی شهر نارک راه اندازی کردیم. زیاده از 20 دسته بین خود رقابت کردند. امروز دسته هایی که جای یکم و دویم و سوم را سزاوار می‌گردند با سپاسنامه و با مکافات‌های پولی قدردانی کرده می‌شود. باید ذکر نمود که این چاره‌بینی جهت جانبداری از پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی وابسته به اعلان روز جهانی فوتبال برگزار گردید. برای اشغال جای یکم دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 با دسته مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 1 واخوری انجام داد. در نتیجه قسمت اساسی واخوری با حساب 4-2 دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 مقام اول را صاحب گردید. همزمان برای به دست آوردن مقام سوم دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 و 2 میان هم رقابت نموده دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 صاحب جای سوم گردید. قید کردم با مورد است که در دایره سیاست ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و با مقصد جلب هرچه بیشتر جوانان و نورسان به ورزش و سالمگردانی در کشور پیوسته مسابقه های ورزشی راه اندازی می‌گردد که در آن جوانان و نورسان به ورزش مشغول می‌گردند. در فرجام مسابقه از جانب مسئولین محله انرژتیک به دسته های غالب و بازیگران بهترین سپاسنامه و تحفه های پولی تقدیم کرده شد. دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 برای اشغال جای اول با جام فوتبال و مبلغ های پولی قدردانی کرده شدند. بنیامین شریفزاده دلیر غایب برای برنامه اطلاعاتی خبر از شهر نارک.